خیلی زیبا است. داوران کنار چرخ میزنند. داور مرکزی حالا نزد سر داور میرود. کار به سر داور افتاد. اوهو اکنون شروع شوق زیادتر میشه. گوشتین گیرید. اوهو این از کمی مشکل است. شمشاد سعید خوب داشته است. اوهو گوشتین گیرید. داور هم مراجعت میکند. ببینید حالا یک نوبت دیگر برای وقت به انجام میرسد. اکنون دوستان عزیز با یک بدن شمشاد عبداللایف این قدر مخلصان زیاد با کفگوی میکنند شادی میکنند. انا این برادری از هر دو هم آغوش میکنند. آنها باز شاید با هم بخورند. باقی نیست. شمشاد عبداللایف اکنون پیروز میشود. آقا مخلصان را ببینید چگونه صدا بلند میکنند به خاطر آنها. آفرین. انا این است زیب و زینت گوشتینی ملی تاجیکی گوشتینگیری. پرچم تاجیکستان از سمت دیگر با حالت تکرار را میبینید. ببینید این افتش سعید جلال سعیدوف بود. بعدن رو برای شمشاد عبداللایف نشان دادن. حالا آنها باز شاید بین هم مبارزه برند برای با دست آوردن شاه جایزه.